صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. ولی عجابت تاریخ نیز در آن است که مرگ اسکندر بر راه پیش گرفته او خاتمه نگذاشت. این راه را در آینده نبیره سپیتامن، رقیب سرسخت اسکندر مقدونی، انتیوخ یک ادامه داد. انتیوخ فرزند دوست داشته سلوک بود و در دوره زندگی پدر حکمرانی قسمت آسیای میانه از جمله ولایت‌های باختر، سغد، مرغیان و پرفیا را بر دوش داشت. ناگفته نماند که بعد وفات اسکندر مقدونی امپریای پهناور او پراکنده گردیده در خرابه‌های آن بعد کشمکش‌های شدید و خونریزی‌های بر دوام سرلشکران سه دولت مستقل الینی پدید آمد. دولت سلوکیان که بنیادگذارش سلوک بود و بیشتر حدود آسیایی دولت هخامنشی‌ها آسیای میانه با ولایت‌های باختر، سغد، مرغیان، پرفیا مرزهای پنجاب و کابل را تا سرحد هندوستان فرا می‌گرفت و پایتخت اسکندر شهر بابل هم به هیئت آن می‌درآمد. دولت پتولمی‌ها که بنیادگذارش سرلشکر اسکندر پتولمی یک ساتر بود که در سرزمین مصر با قسم جنوبی سوریه و چند ولایت آسیای خرد قامت افراخته اسکندریه را پایتخت خود قرار داد و تمدن الینی را در این سرزمین پهن می‌کرد و نهایت دولت مقدونیه که با کشورهای یونان زمین که آن را سلاله انتیگونیدها بنیادگذارش سرلشکر اسکندر انتیگون سروری میکرد. گسترش تمدن الینی که از ابتدای یورش‌های اسکندر مقدونی آغاز یافته، جوهر اصلیش سینتز مدنیت یونانی با مدنیت خلقیت‌های شرق بود، در دوره دولتداری سلوک و وارثان او ادامه می‌یابد. برابر به سر قدرت آمدن دولت سلوکیان، جمله مشکلاتی که در زمان دولتداری اسکندر مقدونی پیش آمده بود در نزد این دولت پهناور الینی قرار گرفت. سلوک بعد ضبط نمودن بابل سال 312 پیش از میلاد موقع خود را استوار نموده در مدت 9 سال وی تدریجاً حکم خود را به غرب و شرق از جمله به ایران و آسیای میانه وسعت داد. جایهایی بود که وی با راه دیپلماتی پیش میرفت ولی در آسیای میانه با مقابلت شدید دچار آمد و راه جنگ را پیش گرفت. با قول پامپی تروک سلوک یک بر بابلستان ظفر یافته و باختر را تسخیر نمود. پورت و سغد را هم زیر دست کرد ولی کوشش هندوستان شمالی را غصب کردن سلوک یک قرار نگرفت. سلوک یک بعد تسخیر آسیای میانه با پیراهه‌های ناتمام اسکندر مقدونی پیش رفته عزم ضبط نمودن هندوستان کرد ولی از ناآمد کار هنگام زد و خورد با چندراگوپتا که بنیادگذار سلاله ماوریان می باشد مغلوب شده همه کشورهای هندی مطیع اسکندر را تا مرزهای کابل از دست داد. سازشنامه صلح بر بالای زمین‌های از دست رفته با اصول آزموده شده برقرار نمودن رابطه‌های خویش و تباری انجام یافت. سلوک دختر خود را به چندراگوپتا داد، بر عوضش 300 و به قول در جای دیگر 500 فیل جنگی را صاحب شد. فیل‌های جنگی اقتدار لشکر سلوک را افزوده هوای جهانگیری و وسوسه متحد نمودن امپریای سابقه اسکندر مقدونی را در سرش جای داد. آتش جنگ میان لشکرکشان توانای اسکندر که بعد تأسیس یابی سه دولت جداگانه الینی قدر آرام گرفته بود از نو علنگه زد. سلوک عزم نمود که دولت نسبتاً خرد مقدونیه و سلاله انتیگونیدها را مطیع خود کرده بایگری‌های انتقال داده اسکندر را ضبط نماید. سپس لشکر سرشمار گرد آورده راه مصر را پیش گیرد و باز با حریف توانایش پتولمی ساتر سربسر گردد ولی نه فیل‌های جنگی و نه لشکر سرشمارش او را از قضای مرگ نافرجام رهانیده توانست. بعد فتح سوریه شمالی که به سال 281 پیش از میلاد راست می آید،
селевк азми сарзамини аҷдоди элиниҳо юнону мақдуния намуда худи ҳамон сол дар ин ҷанг кушта шуд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.